سلام به همه عزیزانی که ویدیوی ما رو تماشا میکنم. امیدوارم هر جای دنیا هستین حال دلتون بسیار 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 خوب باشه. ما اومدیم با تیم قدرتمندمون تا به سوالات فنی شما جواب بدیم. شما عزیزانی که کنجکاو شدید و دوست دارید که زندگی مالی خودتون رو تغییر بدید و حساس شدین و میخواین در مورد این بیزینس بدونید. شما عزیزانی که هوشیار هستید و میدونید که دنیای پیش رو دنیای مارکتینگ اینترنت هست و دنیای آنلاینه و میخواین زندگی مالیتون رو بر این اساس برنامه‌ریزی بکنید. اینجا هستیم با تیم قدرتمندمون، منتورای عزیزی که در تیم ما کار میکنن و با تمام وجودمون به سوالاتتون پاسخگو خواهیم بود. امیدوارم در انتهای این ویدیو بخش عظیمی از سوالات شما جواب داده شده باشه. متشکرم ازتون. من تبسم هاشمی هستم، از انگلستان شهر لندن خدمتون هستم و شروع میکنم که از منتورای عزیزمون سوالات رو پرسیدن. شروع میکنیم با آقای آرش عزیز اگر موافق باشین. جناب آقای آرش خان، ممکنه این سوال پرتکرار عزیزانمون که بیزینستون چیه بابا، این بیزینس چی هست، جواب بدین؟ خب با سلام خدمت دوستانی که دارن الان ما رو میبینن. من آرش هستم، آشوری، از کشور کانادا، شهر تورنتو. واقعیتش این هستش که هر کسی برای افتتاح بیزینسش، چه آنلاین باشه چه آفلاین باشه، احتیاج به این قضیه داره که بتونه با تبلیغات بتونه افراد مختلفی رو دعوت به بیزینس برگرده بکنه و به اصطلاحی بتونه مشتریای خودش رو بتونه تهیه بکنه برای بیزینس خودش، چه آفلاین بخواد باشه چه آنلاین. ما همین کار رو داریم انجام میدیم. ما برای یک شرکت ژاپنی حدوداً 51 ساله با قدمت 51 ساله داریم کار میکنیم و تحت ارزم به حضورتون اجازه یا لایسنس اون شرکت داریم این کار رو داریم انجام میدیم و داریم کار سوشال مدیا مارکتینگ میکنیم یا بازاریابی در فضای مجازی یا در سوشال مدیا ها داریم انجام میدیم تحت لوای اون کمپانی. و افرادی که دوست داشته باشن که تو این هیت بخوام فعالیت داشته باشن دعوتشون میکنیم و آموزششون میدیم که چیکار باید انجام بدن. یعنی سوشال مدیا مارکتینگ رو کامل بهشون یاد میدیم که به چه صورتی و بعد از اینکه یاد گرفتن خب شروع دوره درآمدزاییشون رو میکنن و از اون موقع شروع میکنن به درآمدزایی کردن. در ورود به ارزم به حضورتون بیزینس ما این چند مرحله رو داره. اولین قسمت هستش که آشنایی با هر کدوم از ما هستن که ارزم به حضورتون منتورها یا مربیان آموزشی این سیستم هستیم. بعد پشت سرش وارد دوره آموزشی میشن. دوره آموزشیشون مثلا شما در نظر بگیرین، بستگی به البته بک‌گراند فرد داره که چقدر با سوشال مدیا آشنا هستش. حدودا بین مثلا 2 ماه در نظر بگیرین، شاید 2 هفته بیشتر 2 هفته کمتر بخواد طول برگرده بکشه و پشت سرش هم که جام میکنن برای مرحله درآمدزایی. پس کل کاری که ما انجام میدیم اولا یاد دادن و بعدم استفاده کردن از اون چیزایی که فرا گرفته شده در حیطه ارزم به حضورتون بازاریابی صفحات اجتماعی هستش که گفته خواهد شد. خیلی متشکرم. ممنونم. آقای عباس عزیز، آرش عزیز در مورد دوره آموزشی صحبت کردم و همیشه ما در مورد این بیزنس صحبت میکنیم. آموزش مهمه و کار اصلی بر پایه آموزش انجام میگیره. آیا این آموزش مثل کالج ها، یونیورسیتی هایی که ما رفتیم یا میریم ساعت و زمان خاصی میخواد؟ میشه در مورد آموزش برای عزیزان ما توضیح بدیم؟ خب منم درود میفرستم به همه هموطنان عزیز. امیدوارم که همیشه موفق و تندرست باشن. من از شهر لندن کشور انگلستان هستم. خدمتتون عرض بکنم که زمانی که شما دوره‌های آزمایش رو طی می‌کنید و با یک تصمیم خیلی مصمم وارد این بیزینس میشید، طبیعتاً قرارداد با این بیزینس رو می‌بندید و بعد از اون دیگه مراحلی شروع میشه که شما باید دوره‌های آموزشی خودتون رو تکمیل بکنید که به اون مرحله دلخواه خودتون برسید.
طبیعتا تمام اینها بستگی به شرایط روحی روانی و جسمی شما داره که چقدر زمان صرف بکنید برای این بیزینستون که بتونید به حال مراحل بالاتر یا همون مراحل درآمدزایی برسید. که البته توصیه ما این هستش که اگر بیشتر زمان صرف بکنید در ابتدا، در چند ماه اول زمان بیشتری رو صرف بکنید و با تلاش خیلی مستمر این کار رو انجام بدید، طبیعتاً به پیشرفت بیزینس خودتون کمک قابل توجهی میکنید. امیدوارم که به هر حال این مراحلی باشه که بعد از تکمیلش بتونید به مراحل درآمدزایی مورد نظرتون برسید. عباس آقای عزیز، این زمان رو کی تعیین میکنه؟ زمان بستگی به خود شخص داره، بستگی به خود شما داره. بعضیا هستن ببینید انقدر به این کار خیلی مصمم هستن، پشت کار خیلی بالایی دارن، طبیعتا میتونن در عرض 2 ماه 3 ماه، افرادی الان اینجا هستن در عرض 2 ماه این مراحل رو طی کردن، آموزش ها رو طی کردن، انقدر به هر حال قابلیت های بزرگی پیدا کردن که تونستن بعد از 2 ماه یا 3 ماه به مراحل درآمدزایی برسن. افرادی هم هستن که خب طبیعتا چون به این بیزینس به عنوان یک بیزینس به هر حال دوم نگاه میکنن و زمان کمتری صرف میکنن، خب طبیعتا نباید انتظار این داشته باشن که در زمان خیلی سریع و کوتاهی به اون مرحله درآمدزایی برسن. همه اینها بستگی به شرایط روحی و روانی و فکری متقاضی داره. و تایمی که خودشون میذارن و تایمی که خودشون برای این بیزنس میذارن و اینطور نیست که کلاساشون رو سر یه ساعت خاصی باید شروع بکنن، خودشون برنامه‌ریزی میکنن چه ساعت‌هایی بعد. متشکرم ازتون، خیلی ممنونم. آقای فرزاد عزیز، میتونم از شما بپرسم که بیزینس ما بر مبنای تولید محتواست، چون که روی سوشال مدیا هستیم، برای اینکه ما روی سوشال مدیا کار میکنیم و باید با مردم ارتباط داشته باشیم. غالبا از ما سوال میکنن که آیا حتما توی ساخت ویدیوهامون یا تولید محتوامون حضور خود ما لازمه؟ آیا بدون ما نمیشه محتوا، یعنی بدون حضور خودمون نمیشه محتوا تولید بشه؟ سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و بینندگان این ویدیو و خیلی خوشحالم که در جمع شما هستم. من فرزاد هستم از کانادا و دوست دارم که در جواب به پرسش شما عرض کنم که هیچ الزامی برای ظاهر شدن جلوی دوربین نیست، چون شما مالک بیزینس شخصی خودتون هستین و تصمیم گیری میکنید که به چه شکلی این بیزینس رو به نحو احسن اداره بکنید. به طور خلاصه باید عرض کنم که کار ما بازاریابی آنلاین و تهیه کمپین‌های تبلیغاتی برای محصولات برند طرف قرارداد ما یا صاحب بیزینس ما هستش، کسی که ما برای محصولات او تبلیغات میکنیم. لذا به هر شکلی که دوست داریم میتونیم که در بستر سوشال مدیا برای این بیزینس بازاریابی و تبلیغات رو انجام بدیم و آموزش‌های لازم هم در اختیار ما قرار گرفته. قطعاً تهیه کمپین‌های تبلیغاتی بدون ظاهر شدن در جلوی دوربین میتونه اثرگذار باشه و سرعت پیشرفت ما رو کم بکنه، ولی الزامی هم نیست که حتما جلوی دوربین ظاهر بشیم و در پکیج آموزشی ما نحوه انجام این بازاریابی یا تبلیغات بدون ظاهر شدن در جلوی دوربین هم گنجونده شده و میتونیم از اونها استفاده بکنیم. خیلی متشکرم، خیلی جواب جذابی بود، خیلی ممنونم ازتون. امیدوارم این سوالی که همش میپرسن حل شده باشه. خب نصرن عزیز من، یه سوالیه همیشه میپرسن که این بیزینس رو چه کسانی میتونن انجام بدن؟ به درد کی میخوره؟ اصلا کی میتونه این بیزینس رو انجام بده؟ ممکنه این سوال رو پاسخ بدین شما؟ با کمال میل سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان و همکارای عزیزم. این بیزنس شامل همه اشخاصی که سن قانونی داشته باشن، متاسفانه از ایران و افغانستان نمیشه، ولی از تمام دنیا اجازه کار داشته باشن، اقامت اون کشور رو داشته باشن، قابل انجامه. به خاطر اینکه یه کار آنلاینه و به درد کسایی که میخوره واقعا از کار آفلاین خسته شدن، کاری که صبح برن تا عصر و برای دیگران کار کنن و دوست دارن درآمد خودشونو داشته باشن و رئیس خودشون باشن، یا بیشتر وقت بیشتری رو با خانوادهشون باشن، در کنار فرزنداشون باشن. این بیزنس کاملا
قانونیه و کاملا شرایطش بستگی به خودت داره. صبح میخوای کار کنی، شب میخوای کار کنی، هر وقت که دوست داری، با 3 چیز: اینترنت، لپتاپ و یه گوشی تلفن که همه ما داریم و به نظرم به زودی این کار جای تمام کارهای آفلاین رو خواهد گرفت. بله به زودی، خیلی زود آدمای هوشمند اینو فهمیدن و متوجه شدن. خیلی متشکرم. خب آقا پیام عزیز، این $149 رو برای چی از ما میگیرید؟ این $149 قضیهش چیه؟ از کجا در اومدید؟ قراره چه اتفاقی بیفته؟ $149 رو توضیح بدیم برای عزیزان. درود بر شما. من پیام آبی هستم از انگلیس. عرض شود که کسایی که میخوان وارد یک بیزنس نو بشن 100% سوالای بسیار زیادی توی ذهنشون شکل میگیره و وقتی که این ویدیوها و این وبینارهای ما رو ببینن هجوم میارن برای گرفتن پاسخ و حالا پیدا کردن مسیرشون. در نتیجه کمپانی ما $149 رو گذاشته که کسایی که جدی‌ترن در این قضیه وارد بشن که بتونن هم راحت‌تر کمپانی جواب اونا رو بده و اونا بتونن جدی‌تر به تمام سوالاشون برسن. 1 ماه فرصت دارن. تو این 1 ماه هر سوالی که دارن میتونن مطرح کنن، میتونن افراد دیگر رو ببینن، درآمدها رو نگاه کنن و همینطور خود شرکت متوجه میشه که این کسایی که هستن، چون توی دنیای مجازی خب خیلی اسکم و این مسائل هست، افراد واقعی هستن و افرادی هستن که میخوان حتما وارد بشن، اطلاعات کسب کنن و اطلاعاتی که کسب میکنن باعث میشه که با اطمینان بیشتر و بهتر وارد این داستان درآمدزایی و کار و آموزش بشن و 1 ماه میتونن این فرصت رو دارن همه سوالاشون رو مطرح کنن تا قبل از 1 ماه اگر چنانچه نخواستن ادامه بدن میتونن پولشون رو ریفاند کنن، به حسابشون برمیگرده ریفاندبل هست و برمیگرده به حسابشون. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. امیر آقا میتونیم بشنویم از شما که آیا برای ورود به این بیزنس احتیاج به مدرک خاصی هست؟ با عرض سلام و درود به همه شما عزیزان و همه دوستانی که دارن ما رو میبینن. عرضم خدمت شما که سوال جالبی اکثر تمام این دوستانی که میان به قولن این ویدیوها رو میبینن و تبلیغات رو میبینن و اینا از ما سوال میکنن که اولین سوالشون این در واقع اینه که آقا این کاری که ما میخوایم بکنیم احتیاج داره چیزی بلد باشیم؟ نه، این واقعا برای این کار شما به هیچ عنوان احتیاج به این که قبلا توی سوشال مدیا کار کرده باشین ندارین، به احتیاج به چیزای دیگه مثل اینا اصلا نداریم. پکیجای ما داریم در اینجا که به شما ارائه میکنیم و کسانی هستن که در کنار این پکیجا قدم به قدم با شما میان جلو و تمام آموزش‌ها رو خواهید دید. یعنی مشکلی از اینکه بخوان چیز اولیه، تجربه اولیه داشته باشین به هیچ عنوان. شما هر کسی یعنی میتونه این بیزینس راحت شروع کنه. متشکرم. متشکرم آقا نادر. الان دوستمون منتور عزیزمون امیر آقا گفتن که کسانی هستن که گام به گام باهاتون حرکت میکنن. این که هی میگید ما توی بیزینستون آدما کمکتون میکنن، منتور دارید، کوچ دارید، یعنی چی؟ این سوالیه که میپرسن عزیزان معمولا. بله خانم، با سلام و ادب خدمت تمام فارسی زبان عزیزان که ما رو میبینن. بله، منتور در واقع نقش همون معلم یا تیم لیدر رو بازی میکنه که از ابتدای شروع تمام مراحل بیزنس در زمانی که شروع میشه تا به زمانی که به درآمدزایی برسه شخص قدم به قدم در واقع شخص وارد شونده هستش و هر کمکی لازم داشته باشه به خصوص در مورد چجوری مثلا به مرحله یا نحوه شروع بیزنس
چه مراحلی رو طی میکنه تا به زمانی که به درآمدزایی برسه، قدم به قدم و جز به جز رو تعریف و تجزیه و تحلیل میکنه واسه شخص وارد شونده. خب آف کورس، یعنی درسته که در اولش مثلا مراحل قرارداد رو باش تنظیم میکنه، قرارداد می‌نویسه به بگی چه مراحل شما باید بگذرونید. به هر حال و هر اشکالی که داشته باشه شخص وارد شونده یا کلا شخصی که به این بیزنس وارد شده، هر اشکالی داشته باشه در مورد هر چیزی، منتور در واقع از شروع تا اون مرحله درآمدزایی قدم به قدم با اونه و کمکش میکنه. و اگر احیانا خود منتور نتونه سوالی رو جواب بده، خب مسلما با همون کوچ یا مربی بالاتر تماس میگیره و در واقع رفع اشکال میکنن. کلا میشه گفت خود منتورم یه نقش کوچ رو بازی میکنه که واقعا هر اشکالی داشته باشیم رفع میکنه و در هر زمانی که احتیاج داشته باشیم که در مورد این بیزنس سوالی بشه، ما میتونیم به اون دسترسی داشته باشیم و رفع اشکال بکنیم. خیلی ممنونم که اینقدر شیرین بر ما توضیح دادین آقای نادر عزیز. سارا جان، یه مسئله، سارا جان لطفا صداتون رو باز کنید. یک مسئله بسیار مهم که معمولا من خودم دائما پیام میگیرم و همتون گرفتین، من زبانم خوب نیست، آیا میتونم این کار بکنم؟ برای اینکه وقتی که ریجستر میکنن ورکشاپ هایی که برشون میره به انگلیسیه و نگران میشن عزیزان و میگن که من زبانم خوب نیست. سلام خدمت همه فارسی زبانانی که دارن میبینن ما رو. من سارا هستم از انگلستان و اما مشکل زبان مشکلیه که ما همه مهاجرا باهاش دغدغه‌شو داریم و وقتی میخوایم کار پیدا کنیم همش دغدغه زبان پس ذهنمونه و باعث میشه که نتونیم اون شغلی که میخوایم ما اینجا پیدا کنیم. چه بسا آدمایی هستن که تو مقاطع خیلی بالا تحصیل کردن ولی وقتی مهاجرت میکنن به خاطر مشکل زبانشون نمیتونن اون شغلی که در خور تحصیلشون رو پیدا کنن و خوشبختانه بیزینس ما این مشکل رو نداره. هرچند دونستن زبان انگلیسی باعث میشه که ما بیشتر پیشرفت کنیم، ولی کسایی که زبان بلد نیستن هیچ مشکلی نداره چون راهکارهای زیادی وجود داره تو بیزینس ما، مثل برنامه‌های اتوماتیکی که زیرنویس فارسی یا هر زبان زنده دیگه دنیا رو داریم داخل پکیج که میتونن مباحث رو یاد بگیرن و بیشتر پیشرفت کنن و همینطور تمام مباحث آموزشی ما به زبان فارسی ترجمه شده و در اختیارتون قرار میگیره. پس دیگه مشکل زبان انگلیسی نداشته باشید و میتونید شروع کنید. بگم پس دیگه چی میخواین؟ دیگه همه چی آماده است. به اضافه کوچ و منتور 24 ساعته که هست راهنمایی کنه، دیگه چی میخواین؟ دیگه چی میخواین؟ آقای حمید عزیز، شما به من بگید که مطمئنا میدونیم که طرز تفکر آدم ها روی زندگیشون خیلی تاثیر میذاره. مایندست چه تأثیری یا طرز تفکر آدما چه تأثیری روی این بیزنس، انتخاب این بیزنس، ادامه این بیزنس و رسیدن به هدف توی این بیزنس داره؟ با عرض سلام، عرض ادب و احترام خدمت همگی و همینطور تشکر از شما که این وقت رو من دادید. ببینید این برمیگرده به ساختار مغز انسان. مغز انسان به شکلی کار میکنه که همیشه در تلاش اینه که کامفورت زون خودش رو حفظ کنه. یعنی چی؟ یعنی ببینید همه ماها اگر یک بیزینسی داریم سعی میکنیم اون رو ادامه بدیم، نمیریم اون رو عوض کنیم. اگر سعی میکنیم در یه زندگی کنیم سعی میکنیم به همون زندگی تو اون محله یا منطقه ادامه بدیم، کمتر تو فکر این هستیم که تغییرش بدیم مگر یه علتی به وجود بیاد. در مورد بیزینس های آنلاین دقیقا همین موضوعه، به دلیلی که تمام افرادی که الان توی کره زمین زندگی میکنن اینا هر کدوم بیزینسی دارن، طبیعتا خب ترجیح میدن که این بیزینس خودشون ادامه بدن و از اون کامفورت زون خودشون خارج نشن. اما این موضوع دیگه به نظر من یک موضوع اختیاری نیست.
یعنی این مطلبی نیست که ما بیایم الان بگیم من این امکانو دارم که وارد بیزینس آنلاین بشوم یا نشوم، به همون بیزینس قبلیم ادامه بدم. چرا؟ چون الان این شرایط ساختارهای اقتصادی دنیا بحث اصلا استثناء هم نداره، چون الان اقتصاد به قدری بین المللی و جهانی شده که هر اتفاقی بیفته برای کل دنیا خواهد بود. جوری تغییر کرده که ما تا 5 سال آینده ماکسیموم باید در واقع تمام شغلای خودمون رو تغییر بدیم و یا شغلای جدید بگیریم یا اینکه در واقع فاکتور آنلاین بودن و اون شغل رو در واقع در نظر بگیریم و ایجاد بکنیم. حالا جمع‌بندی این مسائل خدمتتون بخوام بگم، فی‌الواقع ما در رابطه با احیای یک وضعیتی برای آینده راهی نداریم غیر از اینکه یا بیزینس خودمون رو آنلاین کنیم اگه امکان داره، که این کار سختیه چون بعضیش امکان پذیر نیست، یا اینکه وارد بیزینس آنلاین جدید بشیم و این بیزینس با توجه به صحبتی که همکارا کردن تمام شاخص‌ها و عناوینی رو که برای یک همچین مطلبی مساعد باشه رو داره. خیلی متشکرم، خیلی ممنون. اشاره که به کانفرت زون کردین بسیار مهمه که آدما ترس از جدا شدن از نقطه امنشون خیلی تاثیرگذاره روی زندگیشون. مهمترین سوال رو میخوام از این آقا جلالمون بپرسیم که آقا جلال، درآمد چی میگه تو این بیزینس؟ وضعیت درآمد چیه؟ چرا ما باید بیایم تو این بیزینس؟ درآمدش چطوره؟ بیایم جیبمون رو پرپور کنیم. بیایم جیبمون رو پرپور کنیم. سلام و عرض ادب خدمت همگی. منم جلال ناصری هستم از فرانسه. من به نظرم این بیزینس واقعا معجزه قرن هستش، یا شاید بشه گفت معجزه تکنولوژی هستش. ببینید بیزینسی هستش که برخلاف خیلی از بیزینس های دیگه نه نیاز به فروش کالا داری، یعنی فروش محصول، و نه نیاز داریم که در حقیقت درگیر یک سری مواردی که توی بیزینس های دیگه در حقیقت بودیم و چالش هایی که داشتیم با اون چالش ها در ارتباط باشیم. اینجا در حقیقت ما آموزش میبینیم. ببین 2 ماه آموزش گذاشته شده، یعنی میانگین حدود 2 ماه. اینجا یاد میگیریم چگونه در حقیقت بیایم یک فروش غیر مستقیم داشته باشیم بدون اینکه اصلا درگیر فروش محصول باشیم یا استاک کردن، نگهداری اونها و خیلی مسائل دیگه که به هر حال توی بیزینس‌های دیگه داره. یعنی 2 ماه آموزشی که بهش میگن 2 ماه آموزش در حد معجزه. این جدی عرض میکنم، برای من یک چنین چیزی هست، چون هیچ کدوم از اون چالش‌های قدیمو نداره و زمان که مهمترین پارامترش هست که به قول معروف میتونیم مدیریت کنیم و مکان که میتونیم خودمون تصمیم بگیریم از کجا و در چه زمانی از شبان روز اون وقت رو بذاریم برسیم به اون نتیجه‌ای که میخوایم. در حقیقت فقط با یک مقدار آموزش، من فکر کنم راحت ترین حالتیه که میشه رسید به اون نتیجه‌ای که دوست داریم واقعا. یعنی درآمد. دقیقاً. یعنی اون درآمد شیرینش در حقیقت. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. تبسم عزیز، جان سوالاتون تموم شد. من یه سوال از شما بپرسم. تمنا میکنم بفرمایید. در ادامه صحبت آقا جلال، آیا این درآمدزایی فقط مختص خانم هاست یا فقط مختص آقایونه؟ چه زنان مسجد مگه زنان مردمش کردیم؟ خیر، شاید به نظر برسید که زنان بیشتر تبلیغاتشون رو سوشال مدیا هست و دنیای ظهور فعالیت زنانه هست. من این رو میپذیرم، جهان ظهور زنان هست، ولی این درآمد اصلا مردان زنانه نداره. زنها بیشتر رو سوشال مدیا هستن برای اینکه به صورت مایندستی و فرهنگی زنها بیشتر میتونن خودشون رو با دوربین و عکاسی و مطرح کردن و فیلم و اینا نشون بدن و مردها غالبا پشت صحنه دارن کارهای خیلی عمیق‌تر و عمقی تری انجام میدن و من واقعا دیدم انیمیشن‌های تولید میکنن آقایونی که بسیار جذابه. و چند وقت پیش یه آقای یه دفعه من دیدم بعد از این مدت
خیلی کوتاه یک رشد خیلی عمیقی داشت، در حالی که یه دونه ویدیو هم تولید نکرده بود و من عجیب بود بر من و وقتی رفتم دیدم چقدر کارهای قشنگ انیمیشنی انجام میداد. بنابراین این بیزنس مردان زنانه نیست، مردها و زنها همینجوری که اینجا میبینید کنار همدیگه کار میکنیم و به همدیگه، به رشد همدیگه کمک میکنیم. همونطور که جهان مردان زنانه نیست، همه با همدیگه برای تکمیل جهان زندگی میکنیم. امیدوارم پاسختون رو داده باشم. عالی، مرسی عزیزم. خیلی ممنونم از همه عزیزان که بودن اینجا. من جلسم رو با یک جمله تموم بکنم. یونسکو تعریف بیسوادی رو اعلام کرده. بیسوادی یعنی این که باسوادی یعنی قدرت تغییر، یعنی کسی که بتونه تغییر بکنه در دنیای امروز باسواد محسوب میشه. یعنی خونده هاش و شنیده هاش و دیده هاش و تجربیاتش رو بیاره به کار ببنده، خودش رو، زندگیش رو و جامعه اطرافش رو عوض بکنه. اون آدم باسواده. اگر میخواین در دایره باسوادای جهان با تعریف یونسکو وارد بشین، این بیزینس رو امتحان بکنید و تغییر بدید شرایط سخت مالیتون رو. خیلی خوشحال میشیم که هر کدوم از ما اینجا هستیم که از شما پیام بگیریم و در خدمتتون باشیم و به سوالاتتون جواب بدیم. متشکریم که ما رو تماشا کردید. روز و روزگارتون عالی باشه. مرسی ممنون. خدا نگهدار. خدا نگهدار. موفق باشید.